میخوام پالت اکستنشن موژه بخرم، اما نمیدونم چه پالتی بخرم. نمیدونم چه پالتی خوبه، نمیدونم پالت خوب چه مشخصاتی داره و نمیدونم برای هر کاری باید از چه فری با چه مشخصاتی استفاده کنم. تا آخرین ویدیو با من همراه هستید. سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین و اگر سوالی براتون پیش اومد حتما در کامنت ها مطرح کنین که شخصا پاسخ میدم. خب بچه، پالت های موژه سایزهای متفاوت، ضخامت های متفاوت، رنگ های متفاوت و فرهای متفاوتی داره. پالت خوانی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بتونید این اعداد و حروفی که پایین پالت موژه‌تون نوشته شدن رو بتونید راحت بخونید و متوجه بشین که هر پالتی چه مشخصاتی داره، هر پالتی چه فری هستش، چه برندیه و مناسب چه کاری هستن. اوکی؟ خب بچه، همونطور که دارین میبینین، من این یه دونه پالت رو براتون مثال بزنم. اینجا بگم فکر کنم فوکوس باشه. خب اینجا روش نوشته J و 700. اول اینو بهتون بگم، پالت های موژه این قسمت رو ببینید نوشته میکس. خب پالت های موژه هم به صورت میکس در بازار وجود دارن، هم به صورت تک سایز. میکس یعنی چی؟ یعنی از سایز کوتاه تا سایز بلند در یک پالت موجوده. حالا میتونه این سایز کوتاه 7 8 باشه تا سایز 15 16، یا از سایز 4 و 5 باشه تا سایز 20، یا از سایز 4 و 5 باشه تا سایز 10. به هر حال سایزهای متفاوت در یک پالت قرار دارن. و یا اینکه به صورت تک سایز هستش. زمانی که شما مشتری های زیادی دارین میتونین از هر سایز در واقع موژه‌تون یک پالت رو تهیه کنید، چون پالت های میکس به هر حال زودتر تموم میشن و یک سایزش ناقص میشه، سایزهای دیگه باقی میمونه. بچه اینایی که اینجا من چیدم، خب من یکم از این پالت استفاده کردم، از روی ریل برداشتم و مجددا که خواستم بذارم توی پالتش این قسمت نصب کردم، وگرنه خب اصولا همه به این شکل مرتب هستن. این یک پالت قهوه‌ایه که از سایز 8، البته 2 تا سایزش رو استفاده کردم، تا سایز 16 داخل این پالت وجود داره. این هم یک پالت میکس هستش. اینجوری هم ببینیم. خب حالا سایزهای مختلف. موژه ها قطرهای متفاوتی دارن، یعنی ضخامت‌های متفاوتی دارن که حالا من عکس اون سایزها و فرها رو براتون انتهای ویدیو حتما میذارم و ببینید. خب اینجا نوشته C 700 میکس 8 الی 16 میلیمتر. این C چیه؟ C فر موژه ما هستش. خب فرهای C اصولا فرهایی هستن که بازترن، صافترن و در واقع پالت موژه فر کمی داره. خب پس فرهای C اصولا توی تقریبا میشه گفت 90% پالت های موژه فرهای خیلی صافتر و کمتری هستن، چون توی بعضی پالت های موژه C D داریم، D پلاس داریم، C پلاس داریم. حالا تو هر برندی متفاوت هستش. ممکنه تو بعضی برندها CC خیلی فر باشه، تو بعضی برندها D خیلی فر باشه. پس با توجه به برندی که دارین استفاده میکنید حتما از فروشنده مشاوره بگیرید، یا اینکه از اون برند سایتش رو حتما برین ببینین و در واقع درجه فر بودن موژه هاش رو متوجه بشین. پس این C به ما داره میگه که این یک پالت موژه با فر C یعنی با فر کم هستش. عدد بعدی 700 هستش. 700 ضخامت موژه رو به ما داره میگه. ضخامت موژه از 20 تا 3 در بازار موجود هستش که 20 در واقع پالت های خیلی ضخیمی هستن و 3 پالت های فوق العاده نازک هستن. برای کار خدمات ما اصولا 10 7 و 5 رو استفاده میکنیم. پس هر چقدر بخواین حجم کارتون بیشتر باشه، یعنی به سمت ولیوم و مگا ولیوم برین، باید تار موژه های نازکتر و در واقع ظریفتری رو انتخاب کنید و سبکتری رو انتخاب کنید تا کارهای 20 ضخامت های 20
15 برای کارهای کلاسیک استفاده میشه که تقریبا قطر موجه ضخیم هستش و سنگین تره. پس شما هر چقدر میخواین کارتون پرتر بشه باید تار موجه های نازکتری انتخاب کنید که 700 تقریبا یک تار موجه متوسط رو به نازک هستش. حالا باز میکنم نازکیش رو به این شکل ببینید. ببینید چقدر نرم و ابریشمیه. خب پس این یک پالتی هستش که میکس فر کمی داره و ضخامتش 700 هستش و از سایز 8 تا 16 رو ساپورت میکنه. این میلیمتر هم که همین سایزش هستش. حالا بریم سراغ پالت بعدیمون. روی این پالت نوشته شده L 700 میکس. خب L 700 میکس یعنی توی این پالت، حالا این پالت هایی هستن که من استفاده کردم، یعنی پالت هایی هستن که سایز میکس دارن و فرشون L. فر L یعنی چی؟ بیشتر توی کارهای ژورنالی و کارهای فشن تر استفاده میشه. یک فر شکسته رو به ما میده. ببینید شبیه L انگلیسیه، فر شکسته است. ضخامت هاشون هم اصولا 700 هستش. این پالت فر جی بود. فر جی 700 و میکس. خب جی فری هستش که خیلی بازه، فری خیلی خیلی کمی داره، یعنی حتی از 30 هم فرش کمتر هستش. برای کارهای کشیده، برای مپ‌های گربه‌ای از این استایل استفاده میکنه. داخل این پالت هم که نوشته شده CC 700 میکس. خب CC 700 میکس. این یک پالت ژورنالی هستش که برای کارهای ژورنالی استفاده میشه. خب بهش میگن موژه‌های آمبره. موژه‌های آمبره در واقع از دو رنگ تشکیل شده. پایه و یا ساقه یک رنگه، نوک موژه ها یک رنگ دیگه. حالا این رنگ ها میتونه خیلی با هم در تضاد باشن یا میتونن به هم نزدیک باشن. میتونه خروجی های فوق العاده جذابی رو بهتون بده.